با مقصد عملی سازی هدف‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف و عملی گشت استراتژی دولتی رشد ذهن صنعی در فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفر مرکز رشد فن‌های دقیق تأسیس یافت. در مراسم افتتاحی مرکز معاون رئیس شهر اسفر مدینه باباییان سردار ریاست مؤسسه‌های تعلیمی عالی کسبی نزد وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان روزیزاده اکرم همراقول سردار دفتر برنامه سازمان ملل متحد در ولایت سوغد جمیله میرسیدова شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی‌ها خاصه تاکید گردید که تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی اولین کشوری است که استراتژی رشد ذهن صنعی قبول نموده است. قبول استراتژی رشد ذهن صنعی در جمهوری تاجیکستان تا سال 2040 در اساس پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو کشور تهیه گردیده در سمت تأسیس آیتی پارک ها و رشد رقمی کننده اقتصادی کشور نقش مؤثر می‌گذارد. مورد ذکر است که پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان هنوز در پیامشان به مجلس عالی به مسئولین نهادهای اقتصادی کشور دستور داده بودند که برای تهیه استفاده وسیع و ثمرناک تکنولوژی‌های معاصر و پیشرفته در ساحه‌های اقتصاد استراتژی رشد ذهن صنعی در جمهوری تاجیکستان تهیه و تطبیق کرده شود. از این رو ماه سپتامبر سال 2022 استراتژی رشد ذهن صنعی تا دوره سال 2040 قبول گردید. در پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که سنه 23 دکمبر سال 2022 ارائه گردید در آنجا گفته شده است که تشکیل مرکزهای ذهنی صنعی باز هم بلند برداشتن صورت اینترنت در آنجا قید کرده شده است. البته جواباً به این سپارش‌های داده شده امروز در مؤسسه مذکور مرکز گشاده شد. من باور دارم که مرکز مذکور در آینده برای تیار کردن کادرهای لیاقتمند، کادرهایی که به ساختن برنامه‌ها، به کارخانه‌های صنعتی، عموماً به وطن عزیزمان آماده گشته خدمت می‌کنند. باید تذکر داد که با دستگیری دفتر برنامه سازمان ملل متحد در ولایت سوغد مرکز با 10 عدد نوتبوک، پروژکتور، میز و کرسی و جیوان‌ها جهازانیده شده. در این صنفخانه‌های کامپیوتری مشغولیت‌های عملی و آموزشی از فن‌های تکنولوژی اطلاعاتی، فن‌های تخصصی، اختصاص‌های انفرماتیکا، برنامه‌سازی، تکنولوژی‌های ذهنی و مشغولیت‌های عملی گذرانده می‌شوند. دیرکتور فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفر مظفر خالق‌زاده میگوید که مرکز مذکور باید عملی شوی هدف‌هایی که در لایحه استراتژی ملی ذهن صنعی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2040 جهت تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص معین کرده شده است تکان بخشد.